همه چیز از یک تصمیم کوچیک شروع شد. برای همه خیرخواه باش تا آزادانه و شرافتمندانه زندگی کنیم. 14مین نکته کتاب داره میگه زمانی که ما خوب همه رو بخوایم، زمانی که ما بخوایم مفید باشیم برای دیگرون، زمانی که بخوایم کار مردم را جلو ببریم، پیش ببریم، بخوایم کار مردم رو راه بندازیم، اون موقع ما صاحب اعتبار میشیم، صاحب احترام میشیم. اما زمانی که بخوایم توی کار و توی زندگی مردم سنگ بندازیم، بخوایم، حالا نمیدونم چه نیتی گاهن بعضی از افراد دارن، میخوان با مشکلاتی رو حالا برای یک شخص به وجود بیارن. خب خدا که نمیذاره، ولی حالا ما میایم بدترین اقدامات رو انجام میدیم برای اون شخص، بعد انتظار داریم که محترم بشیم. این غیر ممکنه. اما زمانی که بتونیم، حتی اگر توانمون هم کمه، یعنی کاری به اون صورت از دستمون بر نمیاد، ولی میایم خوب مردم رو میخوایم یک لطفی رو در حقشون انجام بدیم، کارمندم میام پیگیری کار اون مراجعه کننده رو انجام میدم تا کارش به نتیجه برسه. همین کافیه. شما صاحب احترام میشی. یعنی سعی کنید توی زندگی سنگ توی کار مردم نندازیم و اینکه نخوایم کارها رو سرهم بندی بکنیم، به قول گفتنی ماستمالی بکنیم. برای دیدن نکات بیشتر کانال ما را لایک و سابسکرایب کنید.